بچه‌ها سلام، صبح بخیر. یه روز پر از خیر و برکت دیگه واسه هممون. آقا 2 تا نوشیدنی امروز اومدم بزنم، امریکانو لانگ بلک. میخوام این 2 تا نوشیدنی رو سروش کنم، ببینید فرقاش رو، بعد اینکه اصلا چی شد، چه نوشیدنی کشف شد و این داستانا. با من همراه باشید عاشقتونم. خب نوشیدنی اولی که میخوایم صحبت کنیم نوشیدنی امریکانوه. اول اینکه امریکانو اصلا حالا سروش که دارید میبینید از کجا اومد و اینا، واسه جنگ جهانی دوم، موقعی که سربازای آمریکایی مستقر در ایتالیا میخواستن قهوه سفارش بدن، میرفتن قهوه سفارش میدن رو کافه‌های ایتالیا، اسپرسو تحویل میگرفتن دیگه. اسپرسو هم با طعم خیلی شدید و به قول معروف طعم سنگین‌تر و لذت بیشتری داره. سر همین امریکایی‌ها به این نوشیدنی عادت نداشتن. بعد بهش میگفتن که آقا به اون کافه من میگفتن یا باریستا میگفتن که بهش آب جوش اضافه کن. مردم ایتالیا هم که میدیدن شروع میکنن مسخره کردنشونو. بعدش میگفتن که اسم اون نوشیدنی امریکانو رو گذاشته، مردم ایتالیا بهش میگفتن آب کثیف. و به هر حال این طعم دلپذیر اسپرسو دوست داشتنی اون مردم رو خراب کرده بود دیگه. بعد یواش یواش رفته فراگیر شد امریکانو. موقعی که سربازای آمریکایی به خونه برگشتن، این نوشیدنی هم با خودشون آوردن. این نوشیدنی که اونجا میکس کردن رو با خودشون آوردن. بعد اینکه یواش یواش رفته پیش رفت. امریکانو هم چیه؟ حالا من شات کوچیک گرفتم. امریکانو اسپرسو دبله با آب جوش. این میشه امریکانو نوشیدنی محبوب آمریکایی. البته الان خیلی جاها دیگه امریکانو رو استفاده میکنن و مصرف میکنن. خود من خیلی مشتری‌ها دارم صبح میرم امریکانو سفارش میدم. حالا بریم واسه لانگ بلک. خب آقا بریم واسه لانگ بلک. آقا لانگ بلک هم یه نوشیدنی آمریکاییه. بعد اینکه دقیقاً برعکس سروش، برعکس امریکانوه. حالا اصلا الان ببینید مثلا شاید بگید که خب این بابا چه فرقی داره، فقط اسمش فرق میکنه، ولی واقعا چنین چیزی نیست. اللحاظ طعمی بسیار طعم قوی‌تر و شدیدتری نسبت به امریکانو داره. این هم طریقه سروشه. این هم از نوشیدنی لانگ بلک که فرقش با امریکانو اینه که شما اول آب جوش رو میریزی. ببین حالا هر کی ببینه میگه نه این یکیه، ولی واقعا رو طعمش تاثیر داره. این هم اسپرسویی که بگیریم لانگ بلک. هم عطرش هم طعمش قوی تره، هم یه مقدار لذتش. این هم نوشیدنی لانگ بلک. تقریبا رسپی همونه، فقط جابجا میشه، ولی این جابجا شدن واقعا رو طعم تأثیر داره، نه که نداشته باشه. سوخته. خب اینم آقا جفت نوشیدنی ها. این لانگ بلکه، این امریکانو. در نهایت هم هر روز به روز گذشت مصرف روزانه تقریبا میلیون ها نفر نوشیدنی امریکانی و لانگ بلک مصرف میکنن که حالا آیسش هم اومد، آیس امریکانو اومد. باز شما میتونید امریکانو رو با شیر درست کنید. اینا همه طعمای بسیار متفاوتی داره. عاشقتونم، دوستتون دارم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. به پروردگار فراوانی ها میسپارمتون. عاشقتونم. ممنون.